سلام. زبان به عنوان یکی از مهمترین ابزاریه که الان در دست انسان امروزه. از طریق زبان میتونن حدس بزنن که شغل شما چیه، سطح اجتماعیتون چیه، یا حتی میزان درآمد شما چیه. مثلا وقتی شما صحبت میکنید میگن از صحبت کردن طرف معلومه یه کاریه تو فلان اداره، یا از نامه‌ای که شما می‌نویسید نگاه میکنن میگن نه طرف معلومه آدم تحصیل کرده، احتمالاً استاد دانشگاه است. پس از طریق زبان شما میتونید احترام داشته باشید، ارزش داشته باشید و حتی شغل خوب به دست بیارید. پس مراقب باشید که چه جور زبانی رو دارید یاد میگیرید به عنوان زبان دوم و از چه طریقی دارید یادش میگیرید. برای اینکه یک زبان خوب رو که بتونه تو زندگی به شما کمک کنه، ما بتونیم به شما یاد بدیم، روی سری از توانایی‌های خیلی اومدیم کار کردیم. مثلا توانایی رایتینگ بسیار توانایی مهمیه. شما مثلا وامی رو میخواید، نامه‌ای که می‌نویسید به رئیس بانک یا به اون بانک خیلی تأثیر داره روی اینکه وام رو به شما میدن یا نمیدن. میخواید پذیرش بگیری از این دانشگاه، نامه‌ای که می‌نویسی به اون استاد یا دانشگاه روی تصمیمی که اونها برای قبول کردن یا نکردن شما میگیرن خیلی تأثیر داره. یا تکنیک هایی که بسیار در زندگی مهمه، مثل تکنیک خلاصه برداری. شما یک کتاب رو میخونید، چطور میخوای خلاصه برداری؟ نقشت برای خلاصه برداری چیه؟ پلنت چیه؟ یا در واقع یک متنی رو، یک لیسنینگی رو گوش میدی، سخنرانی رو گوش میدی، میخوای خلاصه برداری کنی. اگر پلن و نقشه رو نداشته باشید، خلاصه برداری خوبی انجام نمیشه، خیلی در هم و بر هم میشه. برای مثال شما اول باید شروع کنید بگید ایده اصلی اون سخنرانی یا اون کتاب چی بود، بعد نظرش در مورد اون ایده کلیش چی بود، بعد چطور اومد این رو ساپورت کرد، مثال زد، داستان شخصی گفت، آمار و ارقام ارائه داد. شما اگر نتونید خوب ساپورت کنید از حرفی که دارید میزنید، کسی حرفتون نمیخره. شنیدید میگم حرف طرف خریدار نداره. من مثلا میام دو تا قیاس میکنم بین دو تا متد استخراج از معدن، شما میگم متد اول از متد دوم بهتره، شما این حرفو نمیخرید، برای شما قابل قبول نیست. برای هیچ مجمع علمی و مجمعی که صلاحیت تصمیم گیری داره این قابل قبول نیست. من باید بیام ساپورت کنم، دلیل بیارم، آمار و ارقام بدم. پس توانایی خلاصه برداری برای مثال یکی از مهمترین توانایی هایی که شما در زندگی، نه در حوزه علمی فقط یا کاری، در زندگی باهاش سر و کار دارید و ما روی این حوزه خیلی کار میکنیم. یا روی مثلا حفظ لغت. شما میخواید دایره لغتتون رو افزایش بدید، نمیتونید همه لغت ها رو بخواید حفظ کنید، این امکان نداره. پس چطور میتونید یه متن رو به راحتی بخونید و متوجه بشید؟ با حدس لغت، توانایی حدس زدن لغات. حالا بخش‌های مختلفی داره که ان شاءالله باهاتون کار میکنیم. یا برای افزایش دایره لغتی اومدیم روی خوشه‌های لغوی کار کردیم. خوشه‌های لغوی یعنی چی؟ یعنی کالوکیشنز. یه سری لغت‌های همیشه با هم، یه سری صفت‌های همیشه با یه سری اسمایی میان، یه سری فعل‌های برای این اسم استفاده میشن. یا یه مثال ساده‌تر، شمع و گل و پروانه، همیشه اینا با هم، به اینا میگن خوشه‌های لغوی. چیزهایی که همیشه تو ذهن استفاده کننده‌های زبان همیشه با هم هستن. مسئله دیگه‌ای که ما در یادگیری زبان و آموزش زبان روش تاکید داریم، مفهوم ارزشمند برای یادگیریه. شما اگه میرید سر کلاس زبان که زبان میاد بیرون، با بزرگتون، مادر بزرگتون ازتون پرسه خب سر کلاس چی یاد گرفتی؟ میخوای بگی یه کانورسیشنی بود، یکی به یکی اومد سلام کرد، پرسید اسم عمو چیه، اسم خالت چیه؟ نه، اینها خوبن برای یه سری اهداف یادگیری زبان که شما مثلا میخواید برید از ایران برید بیرون، میخواید دبی برید تفریح کنی، یه همچین کاربردی داره، اینا خوبن. ولی برای فردی که میخواد بره یه زندگی آکادمیک تحصیل کرده، به یه فرد فرهیخته میخواد شناخته بشه، اینا یه جورایی وقت تلف کردنه. شما بعد از وقتتون بسیار ارزشمنده در زندگی استفاده خوبی داشته باشید. مفهوم ارزشمند، مثلا از کلاس که میبینید چی یاد گرفتین؟ یاد گرفتم مثلا در کدوم قسمت‌های دنیا آب از سین که میخواد بره پایین در جهت عقربای ساعت میچرخه میره پایین یا خلاف عقربای ساعت میچرخه میره پایین و چرا؟ یاد گرفتم تو ایران هی ما ساعت‌ها رو میکشیم جلو میکشیم عقب، مهر میشه با ساعت‌ها بازی میکنیم. دلیلش چیه؟ فقط تو کشور ماست، مملکت ماست، یا همه جای دنیا این کارو میکنن و دلیلش چیه؟ یک مفهوم ارزشمند. یا مثلا اهل ادبیات هستید، یک رمان زیبا و ارزشمند رو آدم سر کلاس زبان بخونه، صحبت کنه، تحلیل کنه. و توانایی‌هایی مثل توانایی حل مسئله، problem solving. شما از کلاس زبان میرید بیرون
و بعد میخواید زندگی واقعی داشته باشید. خب در زندگی واقعی مسائل و مشکلاتی هست که شما نیاز دارید اونها رو حل کنید. تسک ها و کارهایی هست که نیاز دارید انجام بدید. پس انجام فعالیت های واقعی زندگی روزمره یکی از اهداف کلاس ماست. متدی که میخوایم باهاش کار کنیم و درس بدیم یک متد نیست. متدهای ادغامی. ما انواع و اقسام متد برای یادگیری و تدریس زبان داریم. از هر کدوم آنچه را که میتونیم ازش استفاده کنیم و برای زبان آموز فارسی زبان میتونه کاربرد داشته باشه بر اساس مقالات علمی که در دسترس هست و تجربه سالیان دراز تدریس و زبان آموزی که داریم. اینها رو اومدیم متدهای ادغامی رو گلچین کردیم. گلچینی از متدهای ادغامی رو داریم برای اینکه به شما یک زبان انگلیسی کارآمد رو یاد بدیم. برای انجام این کار ما یک سری کتاب‌هایی رو نیاز داشتیم که انتخاب کنیم. رفتیم سراغ یکی از بهترین کتاب‌هایی که تونستیم پیدا کنیم، سری کتاب‌هایی که تونستیم پیدا کنیم و برای شما درس بدیم. Academic Encounters. بسیار کتاب‌های خوبی و تقریبا همه اهداف ما رو میتونه پوشش بده. اون قسمت‌هایی هم که نمیتونه پوشش بده ما مطالب اضافه برای مطالعه رو تدوین می‌کنیم و در اختیار شما قرار میدیم. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید.